نمایشگاه گلفود دبی به خاطر عظمتش توی 2 بخش مختلف امسال داره برگزار میشه. ورلد ترید سنتر و محل اکسپو 2020 سابق. برای اینکه دست خالی از نمایشگاه برنگردید به خاطر عظمت و وسعت نمایشگاه، باید نقشه نمایشگاه رو بتونید بخونید. در ادامه این ویدیو همکار ما خانم آدم از گروه تجاری پارس ایمن توضیح کاملی از نمایشگاه، منطقه هایی که نمایشگاه داره برگزار میشه و تحلیل دقیق غرفه‌های نمایشگاه گلفود 2026 برای شما میذاره. اولین محل دوبای ورلد ترید سنتر یا DWTC هست که در عکسی که مشاهده میکنید سمت راست قرار گرفته و نقشه کاملا مشخصه. در قسمت بعدی دوبای اکزیبیشن سنتر اکسپو سیتی دوبای رو داریم که واقع هستش در جنوب دبی. محل اول دوبای ورلد ترید سنتر قلب تجاری دبی هست، محل سنتی و اصلی نمایشگاه گالفود. 6 قسمت را در بر میگیره، همونطوری که توی عکس مشاهده میکنید: زابل هالز، شیخ سعید هالز، شیخ رشید هال، شیخ مکتوم هال، ترید سنتر آرنا. بخش های گالفود در DWTC عبارتند از نوشیدنی ها که در سالن های 5 و 6 زابل قرار داره، شامل آب معدنی، آب میوه، نوشیدنی های انرژیزا، چای، قهوه، نوشیدنی های سلامت محور، نوشیدنی های بدون قند و عملکردی. بسیار شلوغ هست، برند محور و صادرات محور هستش. قسمت بعدی لبنیات، سالن های شیخ رشید و شیخ مکتوم. شیر و فرورده های لبنی، پنیر، کره، خامه، لبنیات گیاهی و با ویژگی رقابت شدید و تمرکز بر صادرات منطقه‌ای فعالیت میکنه. گوشت و پروتئین توی سالن‌های شیخ سعید هستند، شامل گوشت قرمز، مرغ، فرآورده های پروتئینی، محصولات منجمد و آماده. بازاری کاملا B2B و وابسته به مجوز و استاندارد. غذاهای دریایی یا سی فود در سالن‌های شیخ سعید هستند که در برگیرنده ماهی، میگو، محصولات دریایی تازه و منجمد هستند و تمرکزشون بر تجارت منطقه‌ای و صادرات هست. روغن‌ها و چربی‌ها در سالن‌های زابل هستند که شامل روغن‌های خوراکی، روغن صنعتی غذایی و مارگارین. تجارت حجمی بسیار بالا و مصرف صنعتی ویژگی‌های این قسمت هستند. پاور برند یا برندهای قدرتمند توی سالن‌های کانکورس و ترید سنتر آرنا هستند که شامل برندهای جهانی، FMCG، چند محصولی و چند بازاری هست. ویژگی هایی که دارن بازاریابی، توزیع و قراردادهای کلان در این قسمت بسته میشن. قسمت هفتم استارتاپ ها و نوآوری های غذایی هستند که توی سالن های کانکورس هستند. فودتک ها، بسته‌بندی های نوآورانه، محصولات آینده محور. ویژگی که داره آینده صنعت غذا سرمایه گذاری و ایده محور بودن هستش. محل دومی که داریم دوبای اکزیبیشن سنتر هست. توی عکس مشاهده می‌کنید که در جنوب دبی قرار داره، سایت مدرن و بسیار بزرگی هست. تمرکز این محل روی تجارت عمده، کالاهای اساسی، زنجیره تأمین و پاویون‌های ملیه. بخش‌های گالفود در اکسپو سیتی دبی عبارتند از غذاهای جهانی یا ورلد فود که در سمت چپ مشاهده می‌کنید، شامل محصولات غذایی کشورهای مختلف، پاویون‌های ملی، غذاهای سنتی و صادراتی هست. بهترین بخش هست برای یافتن تامین کننده جدید. قسمت بعدی سمت راست عکس و بالا برنج، حبوبات و غلات رو میبینید، شامل برنج، عدس، نخود، لوبیا، گندم، ذرت و این قسمتی هست که برای خاورمیانه، آفریقا و ایران بسیار حیاتیه. خاروبار و کالاهای اساسی یا گروسریز قسمت بعدی هستش که شامل محصولات بسته‌بندی شده، مصرف روزانه، عمده فروشیه. قیمت محور، حجم بالا و سود پایدار از ویژگی‌هاش هست. فرش پرودیوس محصولات تازه رو در بر میگیره، مثل میوه، سبزیجات، زنجیره سرد، صادرات کشاورزی. تجارت سریع، فصلی و منطقه‌ای از ویژگی‌های این قسمت هست. لوجستیک و زنجیره غذایی، فود لاجستیکس که در برگیرنده حمل و نقل، انبار سرد، بسته‌بندی صنعتی، صادرات و واردات میشه. کاملا تخصصی و B2B هست. برندهای مصرفی انبوه، پاور برند کانسومر، شامل برندهای عمومی با تمرکز بر بازار خرده فروشی و توزیع گسترده است. به صورت کلی اگه بخوایم یه جنبندی حرفه‌ای داشته باشیم، قسمت DWTC در برگیرنده برند، کیفیت، ارزش افزوده و صادرات میشه. قسمت اکسپو سیتی حجم، کالاهای اساسی، پاویون‌های ملی و تجارت منطقه‌ای رو در بر میگیره. امیدوارم که براتون سودمند بوده باشه و با آرزوی موفقیت صنعتگران عزیز کشورمون در نمایشگاه بین‌المللی گالفود دبی.